سلام، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم تارت درست کنیم، تارت انبه که خیلی خوشمزه است و درست کردنش هم راحته. برای تارت ما احتیاج داریم به کرم. برای درست کردن کرمش در ابتدا زرده تخم مرغ رو به همراه شکر با دور تند همزن هم بزنید تا حجمش چند برابر شه. بعد بهش وانیل اضافه کنید، دوباره یکم دیگه هم بزنید و بعد شیر رو اضافه میکنیم. هم میزنیم همه مواد که با هم مخلوط شدن. در آخر بهش آرد و نشاسته ذرت رو اضافه میکنیم. همه مواد رو با هم مخلوط میکنیم. مواد رو بریزید توی یه تابه با ارتفاع بلند یا میتونید از قابلمه استفاده کنید. حسابی هم بزنید، حرارتتون زیاد نباشه، از پای گازتون جم نخورید وگرنه گلوله میشه. هیچ همزنی مثل این همزن دستی‌ها نمیتونه کار شما رو راحت تر کنه. با هر چیز دیگه ای که هم بزنید مطمئنا گلوله میشه. بعد که به این غلظت رسید و حسابی سفت شد که تقریبا نیم ساعتی طول میکشه، برای خوشمزه تر شدنش 2 تا 3 قاشق غذاخوری خامه صبحانه اضافه میکنیم و مجدد هم میزنیم که همه مواد با هم ترکیب شن و تمام. اینم میشه غلظت کرم تارت که خیلی هم خوشمزه است و کاربردهای زیادی داره. میریم با هم پایه تارت رو آماده کنیم که برای درست کردنش در ابتدا آرد و پودر قند و وانیل یعنی مواد خشکمون رو با هم مخلوط میکنیم. ما اینجا پودر بادام داریم که من توی آسیاب این کار انجام دادم. خلال بادام رو ریختم توی آسیاب و پودرش کردم. اگر که نریختیدم هیچ ایرادی نداره، میتونید حذفش کنید. زرده تخم مرغ داریم و کره که یکم نرم شده، همه رو با هم مخلوط میکنیم. بهتره در ابتدا برای هم زدن مواد از یه گوشت کوب یا از یه قاشق استفاده کنید. از همون اول با دستتون این کار رو انجام ندید چون گرمای دستتون خمیر رو خراب میکنه. و در آخر یکم با نوک انگشتاتون برف بدید، خمیر رو جمع کنید و توی کیسه فریزر بذاریدش که به مدت نیم ساعت استراحت. بعد از نیم ساعت که توی دمای محیط، البته یه جای خنک خونه استراحت کرد، داخل قالب تارتتون پهنش کنید. قطر قالب بهتره 22 تا 25 سانت باشه، کوچکتر نباشه. خب حالا کف قالب پهن میکنیم، یکم با چنگال سطح روی خمیر رو سوراخ ایجاد میکنید که وقتی که توی فر میره پف نکنه. این نخودها هم به خاطر این ریختم که وقتی که توی فر میره کفش پف نکنه. بعد از اینکه گذاشتیم توی فر و دور تارت کاملا طلایی شد، قالب رو بیرون بیارید و اون نخودها و کاغذ روغنی هم که روش گذاشتید و بردارید و دوباره بذارید یه 10 دقیقه دیگه توی فر بمونه چون وسطش حالت نرم و حالت خمیری داره. خب این کاری که انجام دادید دیگه تارت رو از فر بیرون بیارید و بذارید که کامل خنک شه و بعد که خنک شد روی تارت رو با اون کرمی که داشتیم بپوشونید کاملا و بعد با هر میوه دلخواهی که دوست داشتید، حالا میتونید از مربای انبه یا مربای آلبالو یا توت فرنگی یا هر میوه‌ای که دوست داشتید میتونید برای تزیین روش استفاده کنید و میل کنید که به نظر من خوشمزه ترین میوه موز یا انبه هستش که میتونید تارتتون رو باهاش درست کنید. خیلی راحت از قالب بیرون میاد و میتونید داخل ظرف مورد نظرتون سرو کنید. یه تارت فوق‌العاده خوشمزه و پرطرفدار. مطمئنم اگه درستش کنید عاشقش میشید. صداشو گوش کنید. اینقدر ترد شده که حتی برش دادنش هم سخته. وقتی که میخورید توی دهنتون آب میشه. بعد فکر کنید با اون کرم خیلی خوشمزه دیگه چی میشه. ببینید اصلا مثل چیزکیک نیست که فکر کنید حالا لایه زیری یا لایه سفتیه که خوردنش اذیت کننده باشه. اصلا اینطور نیست. خیلی ترده. حتما درستش کنید.